خب ای تعریف کن چه خبر؟ این 10 سال چین عاشق نشدی؟ چرا بابا داستان داشتیم چین همه مثل همن دیگه تنگ بابا همه مثل همن همه چشاشو تنگه عاشق یکی که شدم بعد 1 سال که دعوتش کردم خونه فهمیدم پسره خب چیکار کردی؟ چی فرار کردم فرار خب بعدش چی شد؟ او چیکار کرد؟ او همین چی دیگه 2-3 روز مثل که تو خونه بوده هر چی سوسموس کنینا تو فریزر بود خورده بود بعدم رفته بود خب پس به خیر گذشته. آره به خیر گذشت یک بار دیگه هم که عاشق شدیم شکست شیشه خوردیم جرئت نمی‌کردم از خونه برم بیرون اینا هم شبیه هم بودن دیگه باز میدیدم اینا رو یادش میافتاد شو غذا رو بخوریم که از دهن افتاد. خب دکتر جان تو 10 سال تو چین درس خوندی بیا یه کار ثواب خیری هم بکن دست خانم رو ویزیت بکن درد میکنه. پسر خوب مگه الکیه باید بیاد مطب ویزیت شه پول بده 10 سال تو کشور غریب بود سوسکو ملخ می‌خوردم خفاش شب می‌خوردم بگیری همجا الکیه الهی بمیرم دستت چی شده جوجوی من؟ هیچی نانا از صبح که بیدار شدم یه ذره درد میکنه نگفتم که نگران نشی. آخه بچه منه ببینم کجاست؟ خوب شد؟ آره نانا از اولش هم بهتر شد بریم چه سوسکو ملخ می‌خوردم الکی خودت ارزان نفروش تو